سلام علیکم. بیاین شما را همراه من دوی ببرم. اینجا رسیدیم. اولا رفتیم طرف ظرف ها. مادرمشان 2 قوری میخواستن همراه دسترخوان. اونها را گرفتیم تا که میدیما می آوردن. من از ظرف های چوبی و ظرف ها درامون به شما فیلم گرفتم. بعد رفتم طرف سرای مارکت چون از اونجا لوازم کیک نیاز داشتم و از نام خود دکان هم به شما فیلم گرفتم چون همیشه پرسان میکنین که همی دکان کجا می باشه. بعدن طرف سرای کشمش نخود رفتیم. از این شارمغز و کشمش چیزا نیاز داشتیم. اونا رو گرفتیم و آمدیم طرف سرای چینی یا سرای افغان هم میگن در تکاوی. اینجا یک دکان است لوازم چوبی داره و هم یک دکان گلاس فروشی که من بخاطر گلاس او آمده بودم و یک گلاس هم دیدم اما وقت نگرفتم. ولی ویدیو رو که میبینم پشیمان شدم چون زیاد خوشم آمد. مجبور دوباره برم و گلاس بگیرم. از این چاینک هم خوشم آمد به شما عکس گرفتم و گلاس قندول هم. بعد رفتیم طرف خانه. آمدم کارایم بود، سنگ مصنوعی بود، او را جور کردم. بعد ادیت و بعدن هم کیک مثل همیشه و پایان روز. تشکر که همراهیم بدین.